سلام دوستان، من سنا هستم و ما داریم با هم کتاب 1 سال در میان ایرانیان رو میخونیم. فصل 14 رو قراره با هم دیگه شروع کنیم با عنوان یزد داخل پرانتز دنباله، که همون جوری که توی آخرین پاراگراف قسمت قبل گفته بود قرار بود که درباره بابیان یزد صحبت‌هایی گفته بشه. و اینکه اینم اضافه کنم که شاید خیلیامون فقط دوست داشته باشیم که از اون شهرها و مشخصات شهرها و روستاها و جاده ها و اون ساختمون ها و اینا صحبت بشه توی این کتاب، ولی خب همونطور که میدونیم یکی از مهمترین دلایلی که ادوارد برام به ایران اومده بود همین چیزهایی بود که در مورد بابیان اون موقع شنیده بود که باعث شده بود که این یکی از دلایل مهمش باشه که از انگلیس پا شد اومد ایران تا از نزدیک باهاشون مراوده داشته باشه. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم و با همدیگه این قسمت رو شروع میکنیم. این قسمت نزدیک 20 صفحه بیشتر نیست. سعی میکنم که همش رو توی یه قسمت تمومش کنم. در ابتدا بیتی از مولوی گذاشته: چند از حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بخوان. و یه 2 بیتی هم در ادامهش اومده که اون رو اسم شاعر رو ننوشته، منم سرچ کردم چیزی پیدا نکردم. آن غیب ممتنع که همی گفت لن ترا، اینک ترانگو به جهان آشکار شد. کشف حجاب کرد خدایا بشارتی، اینک ظهور اعظم پروردگار شد. در فصل قبل بیشتر درباره زرتشتیان صحبت کردم. در این فصل قصد دارم از روابطم با بابیان یزد بگویم که مراوده زیادی با آنان داشتم. البته لازم است چند کلمه درباره روابط ما بین پیروان این 2 آیین گفته شود، یعنی قدیمی ترین و جدیدترین آیین‌هایی که ایران به وجود آورده است. روابط میان اینها به دلایلی چند بسیار دوستانه تر از رابطه ای است که هر یک از اینها با مسلمانان دارند. هر دوی اینها در معرض آزار و اذیت مسلمانان هستند. بنابراین میانشان تا حدی همدردی و همدلی ایجاد شده. هر دوی آنها نسبت به سایر مذاهب مساهمه کارتر از مسلمانان هستند. قبلا گفتم که زرتشتیان خوبان 7 کشور را دوستان خود می دانند و نیز از جانب بها به بابیان حکم شده که با پیروان همه ادیان با رفتاری خوش و روحانی سلوک کنند و هیچ کس را به خاطر مذهبش ناپاک و نجس ندانند. بابیان زرتشت را به پیغمبری قبول دارند و با اینکه تاکید زیادی بر آن نمی کنند ولی سعی در جذب پیروان او به آیین خود دارند. همانطور که بعضی از الواحی که توسط بها از عکا برای بعضی از آنها فرستاده شده نشان می دهد اندکی از زرتشتیان حتی بیمیل نیستند که بها را به عنوان پیامبر موعود خودشان شاه بهرام بشناسند که طبق گفته دستور تیرانداز باید به زودی ظهور کند و آنها را نجات دهد و دینی دوباره برقرار سازد. البته خود دستور قبول نداشت که بها همان منجی موعود است و می گفت اگر اصلا قرار باشد بیاید می بایست بعد از نوروز آینده بیاید. اما بعضی از همکیشان وی اینقدر مطمئن نبودند و در کرمان من حداقل یک زرتشتی را دیدم که مطمئن بودم بابی است. رفتار سابق الذکر مانگجی، نماینده سابق زرتشتیان در تهران نسبت به بابیان که باعث شد تاریخ جدید ظهور باب تألیف شود، نیز باید تأثیر زیادی بر همکیشان زرتشتیش گذاشته باشد. قبلا ذکر کردم که نظر به نفرت زرتشتیان از اعراب و این حقیقت که جنبش بابی ریشه های کاملا ایرانی دارد باعث می شود که زرتشتیان نظر مثبتی به بابیان داشته باشند. یکی از آنها این را به من گفت و اضافه کرد که مردم سامی مثل حیوانات درنده و وحشی جنگل هستند و آریایی ها مثل حیوانات سودمند و آرام
و نتیجه گرفت که یک دین خالص و اصلاح نشده سامی هرگز نمیتواند از طرف آریایی ها واقعاً و قلباً پذیرفته شود. در اینجا باید این تصور بیهوده و باطلی را که بیش از یک بار شنیدم بازگو کنم که زرتشتیان در حضور مسلمانان یا بابی ها میگویند که زرتشت همان ابراهیم است. دلیلی که میآورند از این قرار است که میگویند شما 5 نبی مرسل را قبول دارید، پیامبرانی که کتاب بر آنها نازل شده و در مقابل آنهایی که فقط وعده و وعید میدادند نبی منذر نامیده میشوند که عبارتند از ابراهیم با صحف، موسی با تورات، داوود با مزامیر، عیسی با انجیل و محمد با قرآن، و باور دارید که کتب این 5 نفر و پیروانشان تا دنیا باقی است به جا میماند. حال 4 کتاب اخیر و پیروانشان امروزه در دنیا هستند، اما صحف ابراهیم و پیروانش کجایند؟ آیا امکان ندارد که صحف همان اوستا و ابراهیم نام دیگر زرتشت باشد که ما هم پیروانش هستیم؟ برای اثبات بیشتر این مطلب اردشیر اظهار داشت که نام براهیم که حتما همان ابراهیم است در شاهنامه آمده و من فکر می کنم میخواست این کلمه را با برهمن و بهرام مرتبط کند، زیرا او دارای معلومات زیادی در صرف و نحو و زبانشناسی تطبیقی بود. من فکر نمی کنم که بسیاری از زرتشتیان واقعاً این هجویات را قبول و باور داشته باشند، اما آنها همیشه میخواسته اند و لازم داشته اند که خود را در زمره اهل الکتاب ثابت کنند که صاحب کتاب مقدسند و از طرف مسلمانان قبول شده‌اند و دارای امتیازات زیادی هستند که به مشرکان و بیدینان داده نشده است. اولین تماس و آشناییم با بابیان یزد را قبلا ذکر کردم. صبح روز بعد از استقرارم در باغ اردشیر ساعت 6 صبح پیغامی از حاجی سید میم دریافت کردم که دعوت می کرد تا در باغ او که همان نزدیکی ها بود چای صبحگاهی را صرف کنم. من به آنجا رفتم و پس از مدتی خود را با شاعر بابی اندلیب تنها یافتم. او شروع به صحبت کرد و گفت چطور است که یهودان با اینکه منتظر ظهور مسیح بودند حاضر به شناختن و قبول حضرت عیسی نشدند. من جواب دادم زیرا آنها فقط به حرف کتابها و نه به روح معنای آنها توجه داشتند و برای خود تصور اشتباهی از مسیح و ظهورش پرداخته بودند. او ادامه داد آیا ممکن نیست شما مسیحیان هم همین کار را کرده باشین وقتی کسی را که در انتظارش هستین و به عنوان راحتی بخش موعود می نامید؟ آیا ممکن نیست که او آمده باشد و شما نفهمیده باشید؟ در چند مایلی عکا یک دیر راهبان هست که آنجا سکونت گرفتند تا منتظر بازگشت مسیح باشند، زیرا کتابهایشان به آنها گفته که او آنجا باز خواهد گشت. او به آنجا بازگشته و تقریبا جلوی درب آنهاست، ولی او را تشخیص نمی دهند و هنوز به آسمان خیره مانده‌اند و بیهوده منتظرند فرود بیاید. البته اینم بگم که عکا الان که توی کشور اسرائیل شهر زندانی بوده، یعنی بها یا بهاءالله اونجا در زندان بوده و از اون توی اون زندان نامه میفرستاده برای جای مختلف. حالا این میگه اونجا حتی طبق کتاب انجیل جوری بوده که متوجه شده بودن اونجا باید مسیح فرود بیاد از آسمون و منتظرش بودن. پس از مدتی او دوباره گفت داستان تمثیلی خداوند تاکستان که در انجیل خودتان آمده را در نظر بگیرید. او ابتدا خدمتکارانش را فرستاد که حق و حقوقش را از مردمان بدجنس و تبهکاری که تاکستان را در اجاره داشتند بگیرد. اینها پیامبران قبل از مسیح بودند. سپس پسرش را فرستاد که آنها او را کشتند. این خود مسیح بود. همانطور که خودتان قبول دارید و پس از آن خداوند تاکستان چه خواهد کرد؟ او خودش می آید و زارعین را بیرون می کند و تاکستان را به کسان دیگری می سپارد. من با حیرت و شگفتی پرسیدم آیا شما بها را خداوند تاکستان می دانید؟ خود خدا؟ او در جواب گفت کتاب‌های خودتان چه می گویند؟
کیست آن کس که بعد از پسر می آید؟ من پرسیدم خب اما در این صورت درباره محمد چه می گویید؟ اگر این تمثیل را بپذیریم دیگر جایی برای او نمی ماند، زیرا او بعد از پسر و قبل از خداوند تاکستان آمده. عندلیب جواب داد او پیامبری است که فرستاده شده تا خبر ظهور خداوند تاکستان را بیاورد. سپس درباره موضوعات دیگری صحبت کرد. از ایمان و اعتقاد جوانی بابی به نام بدی که پیاده از عکا به تهران آمد تا به طرز فجیعی به قتل برسد، ولی نامه بها را به ناصرالدین شاه بدهد. از مقتولین اصفهان و عاقبت فجیع اعدام کنندگان آنها، شیخ باقر و امام جمعه، از سقوط ناپلئون سوم هنگامی که در اوج قدرت بود و 4 سال قبل از سقوط بها آن را پیشگویی کرد و در لوحی به امپراتور فرانسه فرستاد. درباره بدیع گفت حتی مسیح دعا کرد اگر ممکن باشد از زجر و مرگ معاف شود، اما این جوان با شور و اشتیاق پای پیاده صحراها و کوهها را پشت سر گذاشت، در حالی که حکم اعدام خودش را حمل می کرد و می دانست که کشته می شود. البته حکم اعدام منظورش اینه که بها برای ناصرالدین شاه نامه‌ای فرستاده بود که به من ایمان بیاور و این نامه رو به این شخص داده بود، ولی از اول به این گفته بود که وقتی میری اونجا تو خودت کشته میشی، که همین اتفاق هم افتاد. نامه رو داد ولی بعدم خودشو کشتم. وقتی از باغ خارج می شدیم او دست مرا گرفت و خواهش کرد که به عکا بروم و شخص بها را ملاقات کنم و اضافه کرد چه کار بزرگ و پرثوابی است که اگر شما بعد از اطمینان به صحت این مدعا اخبار نیک درباره آیین جدید را در کشور خود پراکنده سازید. روز بعد یک سرهنگ به دیدارم آمد. او در آن زمان صاحب مقام پرمسئولیتی در یزد بود، ولی بعداً از آنجا به شهر مهم دیگری در جنوب ایران منتقل شد. معلوم شد که او هم بابی است و خیلی راحت و آزادانه درباره ظهور جدید صحبت کرد. او گفت بنابر این ضرب المثل که با هر کس به قدر فهمش سخن بگویید، پیامبران الهی مجبور بودند فقط آنقدر معلومات روحانی به مردم بدهند که ظرفیت دریافتش را داشته باشند. از آنجا که معلومات بشری دائما در حال تزاید است، شرایع قدیم ناگزیر کارایی و اهمیت خود را از دست می دهند. اگر کودکی از ما بپرسد یعنی چه وقتی می گوییم علم شیرین است، می توانیم تکه‌ای شکرپنیر به او بدهیم و بگوییم مثل این است، تا شاید کودک از آنجا که شکرپنیر را دوست دارد به علم و دانش علاقه‌مند شود. اما در واقع دانش و شکرپنیر هیچ گونه وجه مشترکی با هم ندارند. اکنون ما از سطح این تمثیل‌ها فراتر رفته ایم و توانایی بیشتری برای دریافت حقایق و خرد روحانی یافته ایم. از کسی که سرچشمه خرد و دانش و داناترین مرد زنده است، بها. 2 روز بعد از طرف حاجی سید میم دعوت شدم که روز را با او و دوستانش در یکی از باغ‌هایش در خارج شهر بر سر راه تفت بگذرانم. او لطف کرد و خدمتکارش را با اسب فرستاد که مرا به آنجا ببرد و پس از صرف ناهار و چای نزدیک غروب به خانه برگرداند. مهمانان زیادی آنجا بودند و فکر می‌کنم همه بابی بودند، از جمله عندلیب و یک تاجر خرده پای بسیار سرزنده و با حال که برای سرگرمی ما تقلید رفتار یک مولای برجسته یزد را که در منصب قضاوت بود بازی کرد و در نتیجه به او لقب شیخ دادند. باغ با رزهایش، درختان توت و انارهای شکوفان، نسترنها، حوضهای مرمرین آب خنکش و جویبار باریکش مانند رویایی لذت بخش می نمود و برای من کمتر اتفاق افتاده که روزی چنین دلپذیر را بگذرانم. من عمدتاً با عندلیب گفتگو می کردم. او مقداری از اشعارش را برایم خواند و نیز یکی از قطعه های منسوب به زن قهرمان و مقتول بابی قرةالعین را برایم نوشت. همون طاهره که قرةالعین اولین زنی که کشف حجاب کرده بود. او مدت زیادی درباره تشابه پیغمبران صحبت کرد
که آنها را ظهور پی در پی یا تجسم اراده الهی یا آیت جهانی می‌دانست. من اعتراض کردم که اگر این طور است چطور می توانید بگویید ظهوری کاملتر از دیگری یا پیغمبری برتر از بقیه بوده است؟ او در جواب گفت ما از دیدگاه انسانی صحبت می کنیم. با اینکه از دیدگاه مطلق این سخن اشتباه است. یک خورشید است که هر روز طلوع می کند و به ما روشنایی و گرمی می بخشد و هیچ کس شکی در آن ندارد. با این حال می گوییم خورشید در تابستان گرمتر از زمستان است و یا امروز از دیروز گرمتر است و یا خورشید در برج نجومی دیگری نسبت به ماه گذشته قرار گرفته است. اگر از دید خودمان صحبت کنیم همه اینها کاملا صحیح است، اما چنانچه خورشید را از حوادث زمان و مکان و امثالهم برکنار بدانیم، آن وقت می‌فهمیم که همیشه یک جور است و تغییری نکرده و اصلا قابل تغییر نیست. همینطور هم خورشید حقیقت که از افق قلب طلوع می‌کند و در آسمان روحانیت محو می‌شود. من پرسیدم بنابراین آیا عجیب نیست که پیامبران مختلف ادعاهای متفاوت دارند؟ یکی خود را خلیل الله اعلام می‌دارد، یکی دیگری کلیم الله، دیگری پیامبر خدا و دیگری پسر خدا و آن دیگری خود خدا. او جواب داد نه خیر، برای روشن‌تر شدن مطلب تمثیلی باید مطرح شود. پادشاهی که بر مملکت وسیعی حکمرانی داشت می‌خواست با چشم خودش دلایلی را که موجب آشوب و بلوا در یکی از ایالاتش شده بود ببیند تا بتواند علاجی برایش پیدا کند. پس مصمم شد که شخصاً به آنجا برود و با تغییر وضعیت ظاهر شاهانه اش آزادانه با مردم درآمیزد. بنابراین نامه‌ای نوشت مبنی بر اینکه حامل نامه یکی از مقامات دربار است و آن را به مهر شاهانه ممهور کرد. پس از انجام این کار با لباس مبدل به آن ایالت رفت و در آنجا اعلام کرد که از طرف پادشاه مأمور است تا دلیل ناآرامی و آشوب میان مردم را دریابد و برای اثبات گفته‌اش فرمان شاهانه را که خودش نوشته بود ارائه کرد. پس از مدتی که تا حدی آرامش برقرار شد، اعلام کرد که او یکی از وزیران پادشاه است و برای اثبات گفته‌اش فرمان شاهانه دیگری را ارائه کرد. دست آخر لباس مبدل را کنار گذارد و گفت من خود شاه هستم. او در تمام مدت واقعا شاه بوده، با اینکه مردم این را نمی‌دانستند. با این حال وضعیت و مقام بالای او در ابتدا مثل آخر کار نبوده است. همینطور است درباره اراده الهی یا آیت جهانی که گاه گاه برای راهنمایی ما ظهور می کند و خود را یک بار پیامبر خدا، یک بار پسر خدا و بالاخره خود خدا می خواند. از ما خواسته نشده که مقام بالاتری را از آن که خودش در یک زمان به خصوص اعلام کرده برایش قائل شویم. ولی فرمان شاهانه برهان کافی برای هر ادعای فراتری که بکند ارائه می دهد. از جمله اینکه خودش عالی جناب اعظم است. اما به طوری که مولانا جلال الدین می فرماید دیده‌ای خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. مدتی بعد من از حاجی سید میم پرسیدم به نظر شما چه تفاوتی است میان یک قدیس صوفی که به مقام فنای فی الله رسیده و مثل منصور حلاج انالحق سر داده و یک پیامبر؟ به طور خلاصه چه تفاوتی است میان انالحق منصور و من خدا هستم بها؟ زیرا بنابر ضرب المثل خودتان بالاتر از سیاهی رنگی نیست. او در جواب گفت تفاوت آن مثل تفاوتی است که ما اینجا بنشینیم و بگوییم نگاه کن آنجا یک باغ گل سرخ است، با اینکه یک فرد دیگر بگوید من گل سرخ این چنین و آن چنانی در باغ هستم. یکی به جایی میرسد که بینایی و حواس ظاهری خود را از دست میدهد و آگاهانه در عالم لاهوت سیر و سلوک می کند و آن دیگری تختگاهی است که خداوند بر آن می نشیند، همانطور که خودش می گوید استوا علی العرش.
یکی آینه پاک و خالصی است که نور خورشید را منعکس می کند و دیگری خود خورشید است. چند روز بعد پس از آغاز ماه رمضان دوباره به خانه حاجی سید میم رفتم که در آنجا 3 نفر از دوستان زرتشتی هم به من ملحق شدند. طبق معمول عندلیب سخنگوی اصلی بود و ضمن سخنان گوناگون این اصل را مطرح کرد که کفر و ایمان ریشه و اصل مسئله بوده و اعمال خیر و شر فقط شاخه و فرع آن است. من شدیداً به این نظریه اعتراض کردم. او گفت یک یهودی و یک مسیحی را در نظر بگیرید که اولی دلرحم، خیراندیش، درستکار، با انسانیت و مؤمن است. اما مسیح را رد می کند. دومی بیرحم و خودخواه و کینه‌جو است اما به مسیح ایمان دارد. از این 2 نفر کدام یک را بهتر می دانید؟ من جواب دادم بدون شک یهودی را. او ادامه داد خدا نکند بدون شک مسیحی را. خداوند رحمان و رحیم است و می تواند گناهان را ببخشد. من پرسیدم بنابراین آیا نمی تواند کفر و بی ایمانی را هم ببخشد؟ او در جواب گفت نه، از کسانی که ایمان نمی آورند روحانیتی که زمانی داشته اند گرفته می شود. شاهد این مدعا خاری و خفت و بیچارگی کنونی یهودیان است. برای استفاده بیشتر از بحث و گفتگویمان گفتم آیا شما فکر نمی کنید همه مردمی که به ظهور جدید ایمان نیاورند به همین ترتیب به خاری و مذلت دچار خواهند شد؟ او پاسخ داد نه، مگر اینکه گناه و عمل بیرحمانه و فجیعی بر علیه پیام‌آور الهی جدید مرتکب شوند. من پرسیدم پس مسلمانان چه؟ آیا عمل فجیع و بیرحمانه شان نسبت به باب و پیروانش چه می شود؟ آیا آنها هم به خاری و مذلت خواهند افتاد؟ او جواب داد بله حتما و مذلت آنها شدید و سخت خواهد بود. به این گبرهای بیچاره بنگرید. به دوستان زرتشتی من اشاره کرد. چقدر وضعیت آنها رقت انگیز است و چرا؟ به خاطر گناه خسرو پرویز که نامه پیامبر خدا را که در آن وی را به اسلام دعوت کرده بود پاره پاره کرد. من کوشیدم تا اعتقادات عندلیب را راجع به زندگی پس از مرگ بفهمم. موضوعی که هرگز ندیدم بابیان به آن بپردازند و همیشه در این رابطه آنها را ساکت و خوددار دیدم. او در این باب گفت که بنابر اعتقادشان جسد، روح نباتی و روح حیوانی که در سطح نازلتری واقع شده اند مورد تجزیه و تبدیل هستند، در حالی که روح نورانی باقی میماند که تشویق یا تنبیه می شود. اما از حقیقت چگونگی آن چیزی گفته نشده و اطلاع موثقی نداریم. او سپس به زرتشتیان کرد و آنها را برای بی‌تفاوتی و خونسردیشان در مسائل مذهبی سرزنش کرد و دست آخر گفت در طی این همه سالیان شما درباره یهودیان و مسیحیان و مسلمانان چیزهایی شنیده و دیده اید. آیا هرگز به خود زحمت داده اید تحقیق کنید تا بفهمید وضعیت اعتقادات آنان چگونه است؟ یا چه دلیل و برهانهایی عرضه می کنند؟ اگر فقط 1 هفته نصف توجهی که به مسائل دنیوی نشان می دهید را به اینها می دادید، به احتمال قوی در این باب اطمینان می یافتید چه گناهی از این نفهمیدن و بی تفاوتی بالاتر است؟ چند روز بعد به بازدید سرهنگ رفتم. او با مهربانی مرا در خانه‌اش پذیرفت که نزدیک مسجد میرچخماق بود و به رغم ماه رمضان برایم چای آورد و خودش کمی آب جوش نوشید. گفتگویمان از ابتدا درباره مذهب بود. او سخن را آغاز کرد و شرحی داد راجع به شهادت امام حسین، سید الشهدا و عباس، علی اکبر و سایر بستگان و همراهان شهیدش در کربلا و اضافه کرد که اگر به خاطر فجایع و ستمی که بر اینها فرود آمد نبود، اسلام هرگز نمی توانست حتی به 1/10 قدرت و اطلاع کنونی برسد. سپس به قیام بابیان در نیریز پرداخت که توسط آقا سید یحیی دارابی رهبری و پس از خونریزی بسیار در تابستان 1850 میلادی فرو نشانده شد. او گفت 2 نفر از بستگان من جزو قشون دولتی بودند. بنابراین اخبار کاملی از رویدادهای آنجا به من رسیده است.
خصوصا اینکه خداوند چگونه آنها را به خاطر بیرحمی و قساوت قلب به عقوبت رسانید. وقتی فرمان فرونشاندن قیام از تهران به شیراز رسید، به پدر بزرگ مادری من شجاع الملک دستور داده شد بر علیه بابیان نیریز لشکرکشی کند. او در واقع میل نداشت برود و با 2 نفر از روحانیون مشورت کرد. آنها به او اطمینان دادند که این کار جهاد محسوب می شود و شرکت در آن موجب ثواب و بهره اخروی خواهد بود. بنابراین او رفت و شد آنچه شد. قشون دولتی پس از کشتن 750 نفر از مردان بابی، زنها و بچه ها را به اسارت گرفت و آنان را برهنه بر شتر و استر و الاغ نشانید و همراه سرهای کشتگان که شوهر و برادر و پدر یا پسرشان بودند به سمت شیراز حرکت داد. وقتی به آنجا رسیدند، آنها را در کاروانسرای ویرانه‌ای درست بیرون دروازه اصفهان روبروی یک امامزاده جای دادند و دور تا دور آنان در زیر درختان سربازها چادرهای خودشان را برپا کردند و آنها را مورد انواع سختی و مشقت و توهین و ضرب و شتم قرار دادند و مدت زیادی نگه داشتند که بسیاری از آنها در این مدت درگذشتند. و حال بشنوید که خداوند چگونه از بانیان این وقایع انتقام گرفت. پدر بزرگ من شجاع الملک از وقتی که برای آخرین مرتبه بیمار شد تا روز مرگش خرفت شده بود. در لحظات آخر کسانی که اطرافش ایستاده بودند متوجه شدند که لب‌هایشان تکان می‌خورند. وقتی خم شدند که بفهمند چه می‌گویند، توانستند بشنوند که کلمه بابی را 3 بار تکرار کرد و بلافاصله پس از آن مرد. دایی بزرگم میرزا نعیم که او هم در فرونشاندن قیام نیریز نقش داشت، با خواری و ذلت از طرف دولت مورد سوءظن و اتهام قرار گرفت و 2 بار مورد مصادره‌های سنگین، بار اول 10,000 تومان و بار دوم 15,000 تومان واقع شد. عقوبت وی به همینجا پایان نگرفت. او را سربرهنه زیر آفتاب ایستادند، در حالی که به سر و صورتش شیره‌ای مالیده بودند که حشرات را جلب می‌کرد. پاهایش را در چکمه قجری شکستند و دستهایش را الچک بست کردند، بدین ترتیب که تکه‌های چوب را در میان انگشتانش گذاشتند، با ریسمانی چرمی محکم بستند و سپس روی ریسمان آب ریختند که منقبض شد و حتی از این هم بدتر مورد شکنجه‌های وحشتناکتری قرار گرفت. تخم مرغ‌های گرم در مقعدش فرو کردند. یک مورد دیگر از انتقام الهی را برایتان میگویم. در شیراز شخصی به نام شیخ حسین بود که لقب پر افتخار ناظم العلماء را داشت. اما به خاطر بی‌عدالتی ها و ظلم هایش مردم او را با لقب ظالم میشناختند. او نه فقط در وقایع فوق الذکر دخالت داشت، بلکه خصوصا نسبت به باب کینه و نفرت شدیدی می‌ورزید. این کینه ورزی او را به جایی رسانید که وقتی باب را به حضور حسین خان حاکم فارس آورده بودند، او چاقوی قلم تراش را از جعبه قلمدانش بیرون آورد و فریاد کشید که اگر شما حکم اعدام او را صادر نکنید، خودم با این چاقو او را می‌کشم. مدتی بعد وقتی باب به اصفهان رفته بود، او هم به دنبالش رفته بود و اعلام کرده بود که آنقدر به دنبالش می رود تا خیالش راحت شود که او را اعدام می کنند. تا آنکه حکمران اصفهان او را به شیراز بازگردانده و به او گفته بود که هر وقت موقع آن برسد، میرغضب می تواند این کار را انجام دهد. پس از بازگشتن به شیراز مبتلا به تورم بیضه شد و آنقدر ورم کرد که به سختی می توانست روی اسب بنشیند و میبایست او را بلند می‌کردند و روی زین می‌گذاشتند. مدتی بعد قبل از مرگش صورتش سیاه شد، غیر از یک طرف آن که لکه‌های سفیدی زده بود، و سپس بستری شد و گذشته از قیافش بوی نفرت انگیزی هم از او ساطع و صورتش با چرک و کثافت آلوده شده بود و به درگاه خداوند می‌نالید که در روز آخرت که همه رو سیاه می‌شوند روی او را سفید گرداند و به این ترتیب او درگذشت. چند روز بعد دوباره برای دیدن حاجی سید میم به خانه اش رفتم
طبق معمول عندلیب همانجا بود و با من چای نوشید و توضیح داد که به علت گلودرد نتوانسته است آن روز روزه بگیرد. او عباراتی از یکی از الواح بها را یافته بود که خطاب به یکی از وزیران ترکیه که او را تحت فشار گذاشته بود نوشته شده و در آن مصائب و بلایایی را که بر امپراتوری عثمانی فرود آمد را پیشگویی کرده بود. اولی که به عربی بود اینطور می گفت: و اگر او بخواهد مطمئناً می تواند شما را مثل گرد و غبار پراکنده سازد و عقوبت وی شما را فرا خواهد گرفت. در میانتان مشکلات بروز خواهند کرد و قلمرو قدرتتان تکه تکه خواهد شد. آن وقت برای خود متاسف و عاجز می شوید و نخواهید توانست هیچ متحد و یاوری بیابید. دومی که به فارسی بود اینطور می گفت: اما صبر کنید، زیرا خداوند غضب آورده است و به زودی بر شما فرود خواهد آمد آنچه قلم امر او مقدر کرده. دیدن حاجی سید میم همراه کودک خردسالش که به نظر می رسید عمیقاً به او وابسته است منظره زیبایی بود. وقتی من عبارت فوق را خواندم، او کتاب را از من گرفت و آن را جلوی کودک نگه داشت و گفت کتاب رو ماچ کن، که او پس از کمی لوسبازی این کار را کرد. یک بچه بابی. البته اصلا اون موقع بابی نبودن، همشون بهایی بودن چون بها اظهار هم کرده بود از نظرشون، ولی خب ادوارد بران همه رو میگه بابی توی این کتاب. بعد از ظهر روز بعد دوباره به دیدن سرهنگ رفتم. مرد دیگری که به من معرفی نشد آنجا بود ولی زود رفت. سرهنگ مرا سرزنش کرد که میخواهم به این زودی از یزد بروم و اضافه کرد که آنقدری که دلش میخواسته مرا ندیده است و سپس پرسید که آیا توانستم درباره آیین بابی به اطمینان کامل برسم؟ من بعضی اشکالات و اعتراضاتی را مطرح کردم که او دربارهشان به بحث پرداخت. او همچنین بعضی اشعار بابی را به من نشان داد، از جمله آن که توسط جناب مریم خواهر بلا حسین بشرویه که اولین پیرو باب بود و مبلغ او بود در استقبال از غزل نسبتاً معروف شمس تبریزی سروده شده بود. وقتی سرگرم تماشای اینها بودیم خدمتکاری وارد شد و اعلام کرد که خدا آمده است و به دنبال او شخص برجسته‌ای خوش قیافه ولی با ظاهر پریشان و آشفته وارد شد که بعداً فهمیدم نام واقعیش حاجی میرزا محمد است و او را با لقب دیوانه می‌خوانند. سرهنگ او را با صفت مجذوب معرفی کرد که عشق فوق‌العاده‌اش به خداوند او را از هر محاکمه‌ای مصون می‌دارد. او عمیقاً به سخنان مسیح دلبسته بود، خصوصاً آنهایی که در انجیل سنت متیو نوشته شده است، به حدی که با شنیدن آنها اشک می‌ریخت. وقتی سرهنگ داشت او را معرفی می‌کرد، دیوانه یکی از مجلدات الواح بابی را که سرهنگ بیرون آورده بود برداشت و با صدایی موزون شروع به خواندن آن کرد. پس از خواندن مقداری از آن کتاب را کنار گذاشت و گفت اگر شما می توانستید همه زیبایی و جمال این سخنان را درک کنید بیدرنگ به حقانیت ظهور جدید ایمان می آوردید. من سعی کردم که بعضی سوالات راجع به مسائل مذهبی را با آنها مطرح کنم، اما آنها در حال بیرون ریختن سیلی از قطعات و اشعار پراحساس و ادبی بودند و ابتدا اصلا به حرفهایم گوش ندادند. با این حال بالاخره توانستم بعضی مطالب را که میل داشتم نظرشان را درباره‌اش بدانم مطرح کنم. از جمله مقامی که برای اسلام در میان سایر شرایع الهی قائل هستند و دلایل سطح نازلتر اخلاق و معنویت و سطحی بودن و ایدئال سعادت اخروی و خشونت قوانین و احکام اسلام در مقایسه با مسیحیت. جوابهایی که به من دادن یک بار دیگر باعث شد که تفاوت بسیار زیاد دیدگاهمان را در این باب درک کنم. آنها ظاهراً هیچ تصوری از خیر مطلق یا حقیقت مطلق نداشتند. از نظر آنها خیر فقط چیزی بود که خداوند معین و مقرر داشته و حقیقت یعنی آنچه خداوند ظاهر کرده است. بنابراین آنها نمی توانستند درک کنند که چطور کسی می تواند حقیقت دین یا مذهبی را
توسط معیارهای اخلاقی و معنوی بسنجد. پس از اثبات حقانیت مدعا با برهان کافی از یک پیامبر الهی باید از هر نظر و بدون انتقاد یا سؤال اطاعت شود و او این حق را دارد که بکشد یا ببخشد. همانطور که یک جراح در مواقعی که معالجات ملایمتر نتیجه ندهد میتواند عضوی از بدن بیمار را برای سلامت ماندن سایر اعضا قطع کند. درباره بهشت مسلمانان با تختهای جواهر نشان و جویبارهای شیر و شراب و عسل و میوه‌های خوشمزه و خدمتکاران زیبارویش مقصود خیش را برآورده ساختند، زیرا با هر مردمی باید در حد ظرفیت فکر و درکشان صحبت کرد و مردمی که محمد در میانشان مبعوث شده بود نمی توانستند مفهوم والاتری را از زندگی آخرت درک کنند. از آنجا که میل داشتم نظر سرهنگ و دوستش دیوانه را درباره تصوف و صوفیان بدانم، به اختصار حالات به خصوصی را که خود تجربه کرده و نیز نتیجه گیری هایی که درباره ارتباط یا تمایز ادیان مختلف که بر اثر تعلیمات تصوف به ذهنم خطور کرده بود را برایشان شرح دادم و در انتها گفتم در یک مثل معروف آمده است که راه‌های به سوی خدا به تعداد آدمی زادگان است. هر دینی مطمئناً یک جور بیان و گفتار است، کم یا بیش کامل و واضح، که مقداری از حقیقت اعظم را در خود دارد. حقیقتی که خود ماورای گفتار و کلام قرار دارد و حتی بنا به گفته نظامی ستاند زبان از رقیبان راز که تا راز سلطان نگویند باز. به همین ترتیب در اسلام بیش از هر چیز بر وحدت مطلق خداوند تأکید می شود. در ثنویت زرتشتی نبرد دائمی خیر و شر، نور و ظلمت، بودن و نبودن و یکی و بسیار به عنوان نماد به کار گرفته، در حالی که در تثلیث مسیحی آنطور که من برداشت کردم تثلیث شامل خورشید است به همراه انواری که از آن ساطع می شوند و آینه‌ای که زنگار از آن زدوده شده و انوار خورشید را به طور کامل باز می تواند. داخل پرانتز نه با جذب شدن آینه در خورشید و نه با حلول یا تجسم خورشید در آینه، بلکه با فنا شدن آینگی آینه در درخشندگی خورشید و تصویر روشن خورشید در آن پدیدار می گردد. حتی شرک و بتپرستی هم در معنا جزئی از حقیقت را که بر آن دلالت می کند دارا است. همانطور که شیخ محمود شبستری می گوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بتپرستی است. بنابراین در هر دینی برای کسانی که با جدیت و ایمان آن را می جویند حقیقتی نهفته است. از یک صوفی می توانستم مطمئن باشم که دیدگاه مرا از صمیم قلب بپذیرد، اما از یک بابی نه. به همین خاطر بسیار متعجب شدم وقتی گفته های من با موافقت و آفرینگویی هر دوی آنها مواجه شد و حتی با دیوانه از جای خود برخاستند و سرهنگ در حالی که سر و دستهایش را با حالت تحسین‌آمیز تکان می‌داد گفت شما آن را درک کرده اید، شما فهمیده اید، خدا حفظتان کند، خدا حفظتان کند. من به صحبت ادامه دادم بسیار خوب، فکر می‌کنید تفاوت پیغمبر با قدیس چیست؟ که با خلوص و پاکسازی قلبش و نفی منیت به درجه فنای فی الله رسیده. به طوری که ضرب المثل خودتان میگوید بالاتر از سیاهی رنگی نیست. آنها در جواب گفتند تفاوت آنها این است قدیسی که به مرتبه‌ای رسیده که میتواند مانند منصور حلاج انالحق بگوید مسئولیت هدایت مردم را بر عهده ندارد و بنابراین مجبور نیست مراقب و مواظب رفتار و گفتارش باشد، در حالی که پیغمبر مجبور است مسائل زمانی و مکانی را در نظر داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری از شیوخ بزرگ صوفیه اعدام شده و یا محاکمات شدیدی بر علیهشان برپا شده است.
من دیگر دیوانه را ندیدم، اما سرهنگ فردای آن روز برای خداحافظی به دیدن من آمد و همراه خود افسر دیگری را آورد که می گفت از پیروان فرقه علی اللهی است و مانند بسیاری از دیگران پیروان آن فرقه نظر خیلی مساعدی نسبت به بابیان داشت. بنابراین سرهنگ در حضور او آزادانه صحبت می کرد. کم کم زمان حرکت من نزدیک شد و تا حدی هم به خاطر توجهات از سر لطف اما به نوعی کسل کننده شاهزاده حاکم تسریع می شد. او همانطور که قبلا هم گفتم میل شدیدی داشت که من به تماشای آبشار به خصوصی در کوهستان بروم که معتقد بود بدون دیدن آن سفر من به یزد کامل نخواهد شد. از آنجا که من علاقه به خصوصی به دیدن این آبشار نداشتم و نیز میخواستم از خرج بیهوده و زیادی پرهیز کنم که صرف مأمورانی میشد که حتما میخواست همراه من بفرستد، تصمیم گرفتم به طرزی مؤدبانه انجام پیشنهادش را به تعویق بیاندازم و در عین حال کم کم آماده حرکت از یزد شوم و بی سر و صدا به کرمان بگریزم و با نامه خداحافظی مراتب تشکر و معذرت خواهی خود را اعلام کنم و قصد داشتم در لحظه آخر آن را بفرستم. برای یافتن 4 پا برای مسافرت به اشکالی بر نخوردم، اما به نظر می رسید که غیر ممکن است اسبی برای سواری خود بیابم. شخصا برایم فرقی نداشت که اسب سوار شوم یا استر، اما برای دوستانم هم بابیان و هم زرتشتیان حتی تصور این که من سوار بر قاطر وارد کرمان شوم وحشتناک بود. آنها می گفتند بسیار ناآبرومندانه است و باعث کسر شأن و شخصیت شما خواهد شد. ابتدا اهمیتی به اعتراضات آنها ندادم و به ضرب المثل معروف عربی متوسل شدم که شرف المکان بالمکین، شرف مکان به کسی است که در آن ساکن است، و آن را کمی تغییر داده به این صورت بیان کردم که شرف المکرب بالراکب. اما ظاهراً این موضوع اهمیت زیادی برایشان داشت و از آنجا که لطف بسیار به من کرده بودند و معرفی نامه هایی به دوستانشان در کرمان برایم نوشته بودند، تسلیم رأی ایشان شدم و پرسیدم که به نظر آنها چه باید بکنم. عندلیب گفت من به شما توصیه می کنم که اصلا فکر رفتن به کرمان را کنار بگذارید که فایده‌ای برای شما نخواهد داشت و اشکالاتش را از همکنون می بینید. به جای آن به عکا بروید که می توانید به راحتی سر راهتان به کشور خود به آنجا بروید و فایده و ثواب بسیاری عایدتان می شود. من گفتم اما به نوعی عهد بستم که به کرمان بروم و در نامه هایی که به شیراز و نیز به دوستانم در انگلیس فرستادم قید کردم که به آنجا خواهم رفت. اردشیر گفت شما کاملا درست می گویید و من از طرف خودم توصیه می کنم برنامه خود را اجرا کنید. زیرا اگر شخص بدون دلیلی موجه برنامه‌اش را عوض کند خود را در معرض تهمت بی تصمیمی و بی هدفی قرار می دهد. من دوباره گفتم بسیار خوب، اگر نباید با استر به آنجا بروم و اسب هم نمی توانم بیابم چه کار باید بکنم؟ آیا می توانم مثلا پیاده بروم یا آنکه محترمانه تر است که سوار بر شتر شوم؟ یک نفر گفت پست، دیگری گفت یک اسب بخرید. من گفتم درباره پست باید بگویم که قبلا به قدر کافی دردسر آن را کشیدم. من هرگز معنی نهفته ضرب المثل السفر الصغر در این ضرب المثل صنعت جناس خطی به کار رفته است و 2 کلمه سفر و صغر با اختلاف 1 نقطه مثل یکدیگرند را درک نکرده بودم تا وقتی که توسط پست از شیراز به دهبید سفر کردم. اما درباره خریدن اسب باید بگویم عملی تر است، البته اگر اسب خوبی با قیمت مناسب پیدا شود. یکی از دوستانم در تهران به من میگفت که یک اسب نگه داشته تا بتواند از لذت پیاده روی برخوردار شود، زیرا تا وقتی اسب نداشت دلیل پیاده روی او را فقر و خساست می‌دانستند، اما از وقتی اسب گرفته پیاده روی او را از روی علاقه و تفنن می‌دانند. حال من هم میل ندارم فقیر و خسیس محسوب شوم، اما خیلی خوشوقت خواهم شد که اگر بتوانم بدون نگرانی هر قدر میخواهم پیاده روی کنم. پس از رفتن دوستانم مسئله را با حاجی سفر مطرح کردم که قویاً موافق خریدن اسب بود و با اینکه وقتی به یزد می آمدیم از سوار الاغ شدن به شدت ناراحت بود، ولی این بار بدون اشکالی
راضی شد با استر به کرمان سفر کند. روز بعد بهمن آمد و همراه خود چارواداری که قرار بود 2 استری که لازم داشتیم در اختیار ما بگذارد را آورد. وی همچنین اسبی همراه آورد که متعلق به یک آسیابان زرتشتی بود و میخواست آن را به قیمت 18 تومان نزدیک 6 پوند بفروشد. حیوان زشتی نبود و من و حاجی سفر هر دو پس از معاینه و کمی سواری آن را پسندیدیم. با این حال از آنجا که میخواستم آگاهی بهتری از قابلیت‌هایش به دست آورم، عصر آن روز اسب را زین کردم و برای سواری به خارج شهر رفتم که در بازگشت کاملا راضی و مصمم بودم که آن را بخرم. کمی پس از بازگشتم به باغ صاحب اسب آمد و پس از مقداری چانه زدن معامله با رضایت طرفین انجام گرفت. حاجی سفر هم راضی به نظر می رسید. او گفت حالا باید ماهیانه 3-4 تومان اضافه تر به من بدهید که از اسبتان نگهداری کنم. من بیدرنگ دنباله حرفش را گرفتم و گفتم وگرنه خدمتکار دیگری باید بیاید، که قیافه‌اش در هم رفت و من اضافه کردم نگران نباشید، به شما مبلغی اضافه برای تیمار اسب پرداخت می کنم و می توانید خودتان به اسب رسیدگی کنید و یا کسی را برای این کار اجیر کنید، که در این صورت باید بدانید که انتخاب و بستن قرارداد و پرداخت حقوق یا اخراج او کاملا بر عهده خودتان است و من اصلا به شکایات هیچ یک از دو طرف گوش نخواهم داد و یا دخالتی در دعوا و بگو مگویی که حتما اتفاق خواهد افتاد نخواهم کرد. این مطلب آنقدر حاجی سفر را خوشحال کرد که شروع کرد به تعریف کردن لطیفه هایی درباره ارباب سابقش که حاج قنبر نام داشت و حدوداً 15 سال قبل صاحب مقام پرنفوذ و با اهمیتی در تهران بود. فکر می‌کنم رئیس شهربانی یا حکمران شهر. با اینکه خودش از لحاظ اخلاقی بدون عیب و غیر قابل سرزنش نبود، ولی اشتباهات و خطاهای سایرین را با خشونت شدید تنبیه می‌کرد. او دستور داد که یک درویش را که عرق خورده و مست کرده بود 3 ساعت زیر چوب فلک بیاندازند. حتی نسب مقدس سیدها هم باعث تخفیف یا چشم‌بوشی او از مجازات آنها نمی‌شد، با اینکه او بیشترین احترام را به آنها نشان می‌داد. به همین دلیل یک بار دستور داد که ابتدا عمامه و شال آبی تیره‌ای که نشان سیادت بود را در میان بوته‌ها و درختان پنهان کند و سپس با خیال راحت به فراش‌ها اجازه داد صاحب بدبخت این البسه مقدس را تا حد مرگ کتک بزند. حاجی سفر تعریف میکرد که یک روز غروب من و 3 نفر دیگر از پیشخدمت‌های او مشغول گشت زدن در شهر بودیم که در یک قهوه خانه شخصی توجهمان را جلب کرد که همراه او ظاهراً یک جوان بسیار خوش قیافه که دور کلاه دستمالی به سبک کردی بسته بود که موهایش را میپوشاند، ولی با نگاه دقیق‌تر به این نتیجه رسیدیم که این جوان در واقع زنی است که لباس مردانه پوشیده است. پس هر دو را دستگیر کردیم و به خانه حاجی قنبر بردیم و من نزد او رفتم و گفتم ارباب ما چیزی آورده ایم تا به شما نشان دهیم. او پرسید چه میتواند باشد؟ من گفتم با من بیایید تا نشانتان بدهم. او به دنبال من به اتاقی آمد که دستگیر شدگان در آن منتظر بودند. من در حالی که به جوان اشاره کردم گفتم پسرک زیبایی است نه؟ اربابم گفت خب چرا او را به اینجا آورده اید؟ من ادامه دادم لباس خوبی هم پوشیده، به دستمال کردی یه دستمال کردی قشنگی که دور کلاه بسته نگاه کنید. و همینطور که صحبت می کردم دستمال رو باز کردم و موهای دخترک که از فشار رها شده بود به روی شانه هایش ریخت. وقتی حاجی متوجه شد که یک زندانی یک زن است که لباس مردانه پوشیده خیلی عصبانی شد و ضمن فحاشی دستور داد که او را در جعبه یخدانی که خودش در آن را قفل کرد بیاندازند که تا صبح آنجا بماند. فردا صبح او را بیرون آورده در کیسه انداختند و فراشها کتک حسابی به او زدند و سپس سرش را تراشیدند و آزادش کردند. بدبخت. هنوز عصر را نخریده و کارهای سفرم را انجام نداده بودم که دوباره از طرف شاهزاده حکمران احضار شدم. این بار مجبور نبودم پیاده بروم، زیرا یکی از دوستان بابیم با اصرار می‌خواست اسب سفید زیبایش را به من امانت بدهد.
من سعی کردم لطف او را قبول نکنم و بهانه آوردم که قرار است دستور هم همراه من به امارت حکومتی بیاید و از آنجا که او نمیتواند سواره بیاید من هم ترجیح میدهم پیاده بروم و اضافه کردم در کشور خودمان به ما یاد دادند به علم و دانش و تجربه سالخوردگان احترام بگذاریم و دستور هم سالخورده و هم دانشمند است. بنابراین به نظر من غیر ممکن است که او پیاده و من در کنارش سواره باشم. او زرتشتی و من مسیحی هستم و هر دوی ما از نظر مسلمانان ناپاک و نجس هستیم و اگر آنها زورشان میرسید همان محدودیت‌هایی را که برای او قائلند برای من هم تحمیل می‌کردند. بنابراین اجازه دهید من در کنار او پیاده بروم تا بدین وسیله ضمن نمایش بی اهمیت بودن این گونه محدودیت‌ها احترام خود را به دستور و همکیشانش نشان دهم. دوست من در جواب گفت اگر می‌خواهید برای زرتشتیان بهتر شود به شما توصیه می‌کنم با حد اکثر تشریفات و تجملات نزد شاهزاده بروید. هر قدر مقام و احترام شما بیشتر شود برای آنها بهتر است. دستور هم دقیقاً همین عقیده را داشت، بنابراین مجبور شدم که تسلیم شوم. نیم ساعت قبل از غروب اسب و خدمتکار دوستم به باغ آمدند و بلافاصله بعد از آنها دسته معمولی فراش‌های حکومتی با یک فانوس بزرگ رسیدند. من یک دست لباس جدید پوشیده بودم که یک خیاط یزدی با پارچه جنس شال به رنگ سفید و سبک انگلیسی دوخته بود و خنک و راحت و بسیار خوب و مرتب بود و اینکه در انگلستان احتمالاً قدری عجیب و غریب به نظر می رسید. اما فکر می کنم هیچ کس در یزد یا کرمان شک نداشت که این لباس معمولی تابستانی مردان انگلیسی است. البته حاجی سفر با خنده اظهار داشت که احتمالاً مردم خواهند گفت که شما بابی شده اید. داخل پرانتز فکر می کنم به این دلیل که بابیان عادت داشتن قبای سفید بپوشند. اما از این گذشته او هم با نظر موافق با آنها می نگریست. پس از رسیدن به حضور شاهزاده اولین سوالی که از من پرسید این بود که چه وقتی قصد دارید حرکت کنید؟ وقتی شنید که میخواهم پس فردا حرکت کنم رو به دستور کرد و پرسید که آیا او هم قصد دارد مرا همراهی کند؟ دستور جواب داد که نمیتواند این کار را بکند زیرا یکی از جشن‌های زرتشتیان که حضور او در آن اجباری است نزدیک است و از آنجا که 1 هفته طول خواهد کشید و من نمیتوانم حرکتم را به تعویق بیاندازم نمیتواند همراه من بیاید. با شنیدن این حرف شاهزاده میخواست برنامه‌های مرا به کلی به هم بزند. او گفت من باید فردای آن روز به تماشای آبشار کوهستانی بروم و 5 روز در آنجا بمانم. سپس برای جشن زرتشتیان به شهر برگردم و پس از آن همراه زرتشتیان به بعضی معابد و مکانهای مقدسشان بروم. اعتراضات من بیفایده بود و به زودی با حالتی عبوسانه مجبور به سکوت شد. اما با پایدار شدن یک روتیل بزرگ و کوششی که برای دنبال کردن کشتن او انجام گرفت وضعیت تغییر کرد و بهتر شد. پس از مقداری صحبت متفرقه و پس از آنکه نامه‌ای برای ترجمه به انگلیسی به من دادند که شاهزاده میخواست به بمبئی بفرستد تا برای پسرش منوچهر میرزا اسباب و ادوات عکاسی سفارش بدهد آنجا را ترک کردم. اکنون مصمم شده بودم نقشه فرار فرانسوی یعنی بدون خبر دادن به شاهزاده حرکت کردن از یزد را اجرا کنم. بنابراین وسایل سفرم را کاملا آماده کردم و صبح روزی که برای حرکت تعیین کرده بودم نامه مؤدبانه‌ای برای شاهزاده نوشتم و از توجهات فوق‌العاده او نسبت به خودم صمیمانه تشکر و قدردانی و نیز عذرخواهی کردم که محدودیت زمانی اجازه نمی‌دهد برنامه‌ای را که او از سر لطف برایم تدارک دیده اجرا کنم یا برای خداحافظی به دیدن او بروم و در انتها دعا کردم که احساسات مهربانانه‌اش نسبت به من و نیز حکومت عادلانه‌اش بر مردم یزد همیشه ادامه داشته باشد. این نامه را همراه نامه‌ای که ترجمه کرده بودم و قرار بود به بمبئی بفرستند به دستور دادم که قرار بود به امارت حکومتی برود. اکنون به خود نوید می دادم که دردسرهایم به پایان رسیدند و با خاطری آسوده مشغول بستن اساسیه هم شدم. اما کمتر از 1 ساعت بعد پیش خدمت از خود راضی شاهزاده سر و کله‌اش پیدا شد و نامه ای را که قرار بود به بمبئی فرستاده شود را با خود آورده بود.
با این تقاضا که آن را دوباره به فارسی ادبی ترجمه کنم. این باعث شد که لوازم تحریرم را که بسته‌بندی کرده بودم دوباره باز کنم. وقتی مشغول ترجمه بودم، خدمتکار یکی از دوستان بابیم با یک اسب آمد که مرا به خانه او ببرد. پیش خدمت شاهزاده با او رفتاری گستاخانه و اهانت‌آمیز داشت و پس از پرسیدن مقداری سوالات بیخود و نامربوط از وی، دست آخر از اتاق بیرونش کرد. بالاخره ترجمه را تمام کردم و با خوشحالی از شر پیش خدمت خلاص شدم، با این امید که دیگر هرگز او را نبینم. سپس به خانه دوستان بابیم رفتم و پس از خداحافظی پر احساس و دریافت چند معرفی نامه برای کرمان و نام و نشانی بعضی بابیان بانفوذ در نوک، بهرام‌آباد و نیریز، نزدیک غروب به باغ بازگشتم. در اینجا دستور و اردشیر و بهمن منتظرم بودند و نیز در نهایت تأسف پیش خدمت شاهزاده که یادداشتی از او آورده بود که در آن از حرکت من ابراز تأسف کرده و خواسته بود اگر امکان دارد بیدرنگ به ملاقات او بروم. از آنجا که ساعت حرکت نزدیک و من خسته بودم و میخواستم قبل از راهپیمایی طولانی شبانه به سریزد کمی استراحت کرده باشم، قصد داشتم از رفتن نزد شاهزاده عذرخواهی کنم. اما چون دوستان زرتشتی هم میل داشتند که من به آنجا بروم، دستور دادم اسبم را زین کنند و همراه پیش خدمت به سرعت از کوچه های تنگ و تاریک عبور کردیم. اما هنگام گذر از میدان وسیع جلوی عمارت حکومتی، پای اسبم در چاله‌ای فرو رفت که باعث شد زمین بخورد. ولی خوشبختانه آسیبی به من و به اسب نیامد. شاهزاده از خبر زمین خوردن من بسیار ناراحت و دلواپس شد و به سختی توانستم قانعش کنم که چیز مهمی نیست. البته ترس من از آن بود که او این واقعه را تفعول شومی برای حرکت من تلقی کند و در نتیجه از من بخواهد سفرم را به تعویق بیاندازم. به هر حال دیدار خداحافظی به خوبی و خوشی برگزار شد. حدود 1 ساعت به صرف دخانیات و شربت و گفتگو گذراندیم. او تعریف‌های زیادی از من کرد که لایق نبودم و گفت نامه‌ای که برای او نوشتم آنقدر خوب بوده که از یک اروپایی انتظارش نمی‌رفت و قصد دارد آن را برای صدر اعظم امین‌السلطان بفرستد. من هم در مقابل تحسین قلبی خود را از حکومت عادلانه و آزاده و روشنگرانه او ابراز کردم و دعا کردم خداوند تا وقتی روز و شب جریان دارند سایه او را کم نکند و با مقداری تعریف و سفارش درباره زرتشتیان سخنم را تمام کردم. بدین ترتیب از یکدیگر جدا شدیم، اما از من قول گرفت که یک تفنگچی ماهر را به عنوان همراه و محافظ بپذیرم و نیز معرفی نامه خطاب به شاهزاده حکمران کرمان به من داد. 2 ساعت از غروب گذشته بود که به باغ بازگشتم و بالاخره با دادن 2-3 تومان انعام از شر پیش خدمت شاهزاده خلاص شدم. حاجی سفر می گفت بهتر است 1 ساعت مچی یا هدیه دیگری از این قبیل به جای پول به او بدهد، زیرا می ترسید مبلغ آن به چشمش نیاید و ناراحت شود. اما من ساعت مچی اضافه نداشتم و باید اعتراف کنم که او با تواضع و ابراز قدردانی نسبتاً مغرورانه‌ای مبلغ فوق را پذیرفت. فراش‌ها را هم به همین ترتیب با دادن انعامی راهی کردم و بالاخره به آرامش رسیدم. سایر دوستان زرتشتی هم پس از نوشیدن جام خداحافظی آنجا را ترک کردند، غیر از بهمن. منشی قابل اعتماد اردشیر که ماند تا حساب وضعیت مالی و اعتباراتم را به اطلاعم برساند و مبلغ باقی مانده را به من بدهد. من یک چک به مبلغ 147.5 تومان نزدیک 45 لیره از شیراز با خودم آورده بودم که 45 تومان آن را در مدت اقامتم در یزد برداشت کرده. باقی مانده 102.5 تومانی آن را 32.5 تومان نقد و 70 تومان بقیه را به صورت چک برای یک تاجر زرتشتی در کرمان دریافت نمودم و رسید آن را به بهمن که از لحاظ علاقه و دقت در کار و نیز رفتار محترمانه‌اش مانند یک بانکدار خوب انگلیسی بود دادم. حالا دیگر کاری نمانده بود غیر از صرف شام
و آخرین بازرسی بسته‌بندی ها و اساسیه سفر و دادن هدایای مختصری به اشخاصی که در این مدت به من خدمت کرده بودند. حاجی سفر به نوبت آنها را فرا می‌خواند. باغبان پیر جمشید 12 قران دریافت کرد، پسر کوچکش خسرو 6 قران، باغبان دیگری به نام خداداد 12 قران و خدمتکار حاجی سید میم 20 قران. وقتی که خداحافظی ها هنوز کاملا تمام نشده بود، در حالی که میخواستم آخرین فنجان چای را بنوشم، 2 نفر از دوستان بابیم بدون در نظر گرفتن دیر وقتی برای دعای خداحافظی به دیدنم آمدند. سپس آنها هم رفتند و فقط بهمن باقی ماند که خروج کاروان کوچک ما را که ساکت و آرام به سوی کویر و به درون تاریکی میراند نظاره کند. این فصل تموم شد. فصل بعدی که دیگه عنوانش از یزد به کرمان هست رو انشاءالله سعی میکنم تا هفته دیگه آپلودش کنم. فعلا خداحافظ. از کوچ چه داری به غیر از داغ سفر؟ از عشق چه دارم به غیر از خون جگر؟ آغوشم تا همیشه خالی است، تا عطر تو در این حوالی است. فریاد زدمت همه شهر نامت شد، لرزید از نام تو تاریکی، آنجا باور کردم نزدیکی. برگرد به تنم که منم آغوشت، ای داد از کابوس تنهایی، هر لحظه یاد من می آیی. به تنم باز وطنم که دل از حسرت بکنم. فریاد